آلت سیزن بولران آلت سیزن شده. بیت کوین تا کجا رشد میکنه؟ الان بریم آلت کوین بخریم یا آلت کوین رو بفروشیم یا فومو نشیم؟ چیکار کنیم؟ مایک هستم از تیم کریپتو ماجیک ماین. تا انتها با ما همراه باشید، به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. آلت سیزن شروع شده؟ میشه گفت بله، احتمالا پری آلت سیزن داریم. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که بیت کوین آخرین اصلاحش رو تا محدوده 52-53 هزار کرد، فرصت خوبی برای آلت کوین ها بود تو مرحله اول. مرحله دوم، وقتی که بیت کوین اومد سقف قبلی خودش رو زد 73500، اینجا فرصت خرید آلت کوین ها بود که دقت کرده باشید. بعد این حرکت خیلی از آلت کوین ها 100%، 200%، به بالا 400-500% هم رشد کردن. حالا الان چیکار کنیم؟ الان بریم سریع آلت کوین بخریم، بیت کوین بخریم؟ اصلا بیت کوین تا کجا میتونه رشد کنه؟ آلت کوین ها که فرصت خوبیه. بله، همین الان هم یه سری آلت کوین ها فرصت خیلی خوبی برای خریدن. یه سری هم خیلی رشد کردن، یه سری همین الان دارن رشد میکنن. میشه گفت اونایی که رشد زیادی کردن صبر کنیم، حرکت بعدی بیت کوین رو ببینیم، اون وقت تصمیم بگیریم چیکار کنیم. این رشد اخیر بیت کوین میتونه تا محدوده 103 الی 128 هزار ادامه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بیت کوین رشد میده، میاد توی محدوده های اصلاحی میده. حالا این اصلاح میتونه برگشت تا همین محدوده 91 90 93 ادامه داشته باشه. اون موقع فرصت خوبیه که ما با بزرگای بازار سویچ کنیم روی آلت کوین ها. یعنی چی بزرگای بازار میان روی آلت کوین ها؟ بله، بزرگای بازار وقتی که سودشون از بیت کوین گرفتن توی حرکت آخر که از حدود 50,000 بود تا 100 103 104 احتمالاً و بیشتر هم همین حدودا ادامه داشته باشه، چیکار میکنن؟ بیت کوینشون رو تبدیل میکنن به آلت کوین. اگه اینا بخوام سریع این کار انجام بدم که آلت کوین ها منفجر میشن، قیمتشون فورانی میره بالا. ولی چیکار میکنن؟ میان توی محدودهای اصلاحی میدن تو بیت کوین، خودشون سوار آلت کوین ها میشن. این اصلاح بیت کوین باعث میشه که آلت کوین ها شاید 10 20 30 حتی شاید هم 40% اصلاح بکنن. اون موقع که همه میان وارد آلت کوین ها میشن. پس خوبه ما اگه آلت کوینی نداریم اون موقع بیام آلت کوین بخریم یا اضافه کنیم به آلت کوین ها. بعدش چه اتفاقی میفته؟ رشدی که تو بیت کوین داریم کمتر از رشد آلت کوین ها. یعنی آلت کوین ها میتونن چندین برابر بیت کوین رشد کنن. بیت کوین میتونه رشدش تا محدوده 170,000 ادامه داشته باشه، شاید یه حدود 60-70%. ولی آلت کوین ها میتونن بالای 300-400% سود بدن. مخصوصا خیلی از آلت کوین ها خیلی موقعیت خوبی برای خرید دارن، تو کف هستن. باید منتظر باشید چه کار کنید همه اینا رو. حالا یه نمودار دامیننس بیت کوین هم یه بررسی کنیم، ببینیم اونجا چی میتونیم ازش در بیاریم. بله، همونجور که میبینید دامیننس بیت کوین هم توی، البته بریم تایم فریم هفتگی، دقیقا رسیده به یه محدوده مقاومتی که اصلاح شروع کرده. اون موقع خرید بوده، حالا میتونه یه پولبکی بزنه. تو این پولبک میشه صبر کرد دوباره یه اصلاحی داشته باشه، بتونیم وارد آلت کوین ها بشیم. حتما ما رو دنبال کنید، عضو کانال کریپتو ماجیک ماین بشید. آپدیت همون رو اونجا میذاریم. کانال تلگراممون، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. وقت همگی بخیر، روز خوش.